مردم توی خیابون ترسیده بودن. یهویی به هیچ دلیلی کلی ماشین وسط خیابون آتیش گرفته بود. پلیس سریعا خودشون میرسونه به محل حادثه تا بررسی کنه ببینه داستان چیه. در حالی که چند کیلومتر اونورتر سارقا با ماسک نقشه سرقت خودشون رو شروع میکنن. هدف این سرقت اقامتگاه خصوصی خانواده سلطنتی سوئد بود. توی قسمت جلوی این کاخ آثار باستانی بی‌نظیری وجود داشت. دزدا اومدن وارد قسمت جلویی شدن، شیشه‌ای که مراقب این آثار باستانی بود رو شکستن، هر چیزی که دستشون میرسید رو با خودشون برداشتن و بردن. بلافاصله سیستم هشدار فعال شد که به پلیس سوئد هشدار داد حالا با وجود زنگ خطر دزدها باید سریعا میزدن به چاک. البته اون قدر عجله نداشتن چون میدونستن پلیس سرشون یه جای دیگه گرمه. در واقع دزدا با آتیش زدن ماشینا یه تله گذاشته بودن واسه پلیسا. با این وجود پلیسا سریع خودشونو به کاخ میرسونن، در حالی که کاخ وقتی پلیسا رسیدن خالی بود. کل پروسه وارد شدن و خارج شدن دزدا فقط 6 دقیقه طول کشید. مجسمه ها، لیوان ها، بشقاب ها، قوری ها، همه چیز به سرقت رفته بود و این سرقت فقط زیان مالی نداشت بلکه جنبه فرنگی بالایی هم داشت. بعداً معلوم شد سارقا پس از سرقت با موتورسیکلت به دریاچه نزدیک کاخ رفتن و بعداً با یه قایق تندرو سفید فرار کردن. فروش این اقلام باستانی کار خیلی سختی بود چون یونیک بود، خیلی قدیمی بود، خیلی با ارزش بود و هر کسی نمیخریدشون. پس چرا دزد این اقلام باستانی رو، این آثار باستانی رو دزدیده بودن؟ مقامات هنوز به این خوشبین بودن که آره میتونیم یه روز این دزدا رو بگیریمشون. بالاخره اینا که نمیتونن این آثار باستانی رو بفروشن، یا اگه بفروشن بالاخره یه جایی معلوم میشه به کی فروختن، میریم و آثار رو پس میگیریم و دوباره میذاریمشون توی موزه. ولی این سرقت تازه شروع رشته سرقت‌های این گروه بود. سارقا از سقف شیشه موزه کد نروژ پایین اومدن و گلدونا، اقلام با ارزش باستانی و هر چیزی که با ارزش بود رو با خودشون برداشتن و بردن. سال 2012 شهر دورهام، انگلستان. سارقا وارد موزه دانشگاه دورهام انگلستان شدن و هر چیز با ارزشی از جمله ظروف چینی با کیفیت، مجسمه‌های با ارزش و کلی چیز دیگر رو برداشتن و به خودشون بردن. توی همون ماه یه موزه دیگه توی دانشگاه کمبریج به سرقت رفت. و توی سال 2015 توی پاریس به قلعه فونتنبلو نفوذ کردن. اقامتگاه نفیس پادشاهان سابق فرانسه با بیش از 1500 اتاق پر از گنج و آثار نفیس باستانی. و اینا همش کاری یه گروه بود. نوع فرار یکی بود، نوع سرقت یکی بود و از همه مهمتر تمام آثار به سرقت رفته آثار چینی با ارزش بود. اولین حمله که توی سوئد بود از قسمتی انجام شد که آثار با ارزش چینی وجود داشت. 56 شیء دزدیده شده از موزه کد نروژ، تماما از مجموعه چینی این موزه بود. توی موزه انگلستان فقط آثار چینی بزرگ به سرقت رفت. دزدا در هر موزه فقط با آثار چینی با ارزش دستبرد می‌زدن. انگار یه لیست خرید بهشون داده بودن و گفته بودن برو اینا رو برای ما بیار. حتی توی موزه فرانسه اونا انگار یادشون رفته بود 1500 تا اتاق دیگه هم وجود داره که آثار با ارزش باستانی دیگه هم توشه. اینترپل وارد ماجرا شد ولی علیرغم تحقیقات بسیار این گروه نتونستن رد این گروه رو بزنن و نتونستن جلوی سرقت‌های بعدیشون رو بگیرن، چون این گروه همین جوری که اینترپل داشت کار میکرد این گروه هم به سرقتش ادامه میداد. توی سالهای بعد همچنان این گروه در سراسر اروپا آثار با ارزش چینی رو میدزدیدن. جالبه که توی تمام نقاط اروپا دستورالعمل‌هایی مبنی بر این که چجوری امنیت موزه‌ها رو بالا ببریم و چجوری نذاریم که آثار به سرقت بره اجرا شد، ولی خب هیچ جوره نتونستن جلوی این گروه رو بگیرن و توی سالهای بعد همچنان آثار نفیس باستانی از موزه‌های سرتاسر اروپا سرقت میشد. و حالا مغز متفکر این گروه کی بود؟ کی پشت این سرقت ها بود؟ و شاید مغزهای متفکر پشت این سرقت ها چیا بودن؟ و چرا باید این آثار باستانی رو به سرقت ببرن در حالی که نمیتونن بفروشنش یا فروشش خیلی سخته؟ خیلی آثار باستانی از این رشته سرقت ها به سرقت بردن، این همه رو نمیتونن به یه نفر که بفروشن، هر کدومش قیمتش $1,000,000 بود. چرا باید این آثار رو به سرقت ببرن؟ شما ببینید، شما اگه این آثار رو به یه فرد مشهور، یه موزه خصوصی یا هر چیزی بفروشید، بالاخره گندش در میاد که این آثاره واسه این موزه بوده که توی این ساله به سرقت رفت و پلیسا میریزن آثار رو پس میگیرن میبرن توی موزه مبدأ، موزه خودشون. چی به سر این آثار اومد؟ چون که در آخر هیچ اثری دیگه از این آثار پیدا نشد. این آثار دیگه هیچ جا به نمایش گذاشته نشدن. اما با گذشت زمان پرده از این سرقت مرموز کم کم برداشته شد.
برای درک این سرقت و هدف اون بهتر به تاریخ رجوع کنیم. برگردیم به سالهای پیش. 160 سال پیش پایان جنگ دوم تریاک، پکن 1860. انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها به سمت کاخ تابستانی و با شکوه قدیمی پکن راه افتادند. اقامتگاه اصلی امپراتوری سلسله چینگ. می‌خواستن انتقام بگیرن. چینی‌ها رو شکنجه کردن و به بدترین روش کشتنشون. فرانسوی‌ها به کاخ رسیدن و تمام کاخ رو غارت کردن. مجسمه‌ها، لباس‌ها، جواهرات، گلدونا، لیوان، بشقاب، هر چی دستشون میرسید رو برداشتن. در واقع سرقت چینی اصلی برای این دوره بود. وقتی سربازا کل کاخ رو سرقت کردن، کاخ رو آتش زدن تا چینی‌ها رو تحقیر کنن. حالا همین آثاری که توی این جنگ دزدیده شده بود الان توی موزه‌های اروپا بود، از جمله همین موزه‌ای که اول ویدیو نام بردیم. امروز چین یکی از کشورهایی که بیشترین ضرر رو توی آثار باستانی خورده. البته تلاش‌های زیادی هم کرده که این آثار باستانی رو به کشورش برگردونه، ولی خب موفقیت آمیز نبوده همچنان. مخصوصا همین آثاری که توی جنگ دوم تریاک به سرقت رفت. خب کلی نشست برگزار شد، کلی جلسه، ولی هیچ کدوم موثر نبود تا اینکه این رشته سرقت طراحی شد برای بازگردوندن تمدن گم شده چین. مهم نیست چقدر زمان میبره و هزینه، باید این کار انجام میشد. اما کی این کار رو انجام داد؟ کی این رشته سرقت رو طراحی کرد و کی این همه پول داد تا آثار هنری به کشورش برگردونده بشه؟ ببینید چین الان حتی بیشتر از آمریکا میلیاردر داره و حتی در حال حاضر به نقطه رسیده که هر 2 روز 1 میلیاردر توی چین متولد میشه. برای این گروه از آدمای نخبه خرید آثار هنری مثل یه تفریحه، یه فرصت برای خودنمایی، یه فرصت برای اینکه نشون بدن به کشورشون چقدر وفادارن و چقدر ارق ملی دارن. برای مثال یه آثار چینی رو به قیمت 69 میلیون دلار برای فروش گذاشتن که 50 برابر بیشتر از ارزشش بود. یعنی مثلا ارزش خیلی زیادی نداشت ولی 50 برابر بیشتر از ارزشش برای فروش گذاشتنش و در عرض کمتر از نیم ساعت این اثر به فروش رفت. یا مثلا یه لیوان کوچیک چینی که به قیمت 36 میلیون دلار توی حراجی‌ها به فروش میرفت، یا یه تابلوی پارچه‌ای ابریشمی که به قیمت 46 میلیون دلار و وقتی 45 میلیون دلار به فروش رسید، ولی همه چیزو نمیشد خرید. یعنی هر چیزی به حراجی‌ها نمی اومد تا به خریدشون. اکثر کالای با ارزش توی موزه‌ها نگهداری می‌شدن یا مجموعه‌های خصوصی. پس این تئوری وجود داره که همین میلیاردرها، همین نخبه‌ها یه رشته سرقت رو طراحی کردن که آثار هنری که توی جنگ‌های مختلف، مخصوصا جنگ تریاک، ازشون به سرقت رفت رو برگردونن به کشورشون و یه جوری عشقشون رو به کشورشون نشون بدن. ولی خب یه تئوری خیلی قوی تر هم وجود داره و اون تئوری هم اینه که دولت چین پشت این رشته سرقت‌ها قرار داره. اونا میخوان تا فرهنگی که ازشون دزدیده شده رو برگردونن به کشورشون به هر قیمتی. از در مذاکره وارد شدن نتونستن و حالا هم از در سرقت. در واقع این تئوری خیلی قدرتمنده، چون یکی از آثاری که از نروژ دزدیده شده بود توی فرودگاه بین‌المللی چین قرار داده شده بود و چون دولت نروژ نمیخواست به چین اتهام بزنه که آره تو از ما سرقت کردی، هیچی نگفت، چشم‌پوشی کرد و بالاخره منافع کشورش توی این بود که با چین دوست باشه و از کارخونه ها و تولیداتش بهره ببره. حالا این تئوری رو در نظر بگیریم که دولت چین پشت این سرقت بوده، کی این سرقت رو انجام داده؟ به نظر میرسه یکی از شرکت‌های دولتی چین به اسم The China Poly Group پشت این سرقت ها بوده. این شرکت به عنوان یک شاخه از ارتش آزادی بخش خلق به وجود اومد و کم کم توسعه یافت و فعالیت های مختلفی انجام داد، مثل ساخت موشک ها و سیستم های تسلیحاتی و تجارت های بین المللی املاک و البته خرید و فروش آثار هنری و عتیقه‌جات. البته وقتی این اتهام به شرکت وارد شد، این شرکت تمام اتهامات را رد کرد و گفت کار ما نیست. تا الان این سرقت و مظنونینش ناشناخته باقی موندن، ولی جزو بزرگترین سرقت های هنری دنیا قرار میگیره این رشته سرقت. این نظر منو بخواید، تئوری این که دولت چین پشت این سرقت هاست خیلی قویه و خیلی هم متحمله. بالاخره دولت چین هم دولت خیلی مرموزیه و دست کمی از دولت های دیکتاتوری دیگه نداره. در آخر این ویدیو مرسی که تا اینجا این ویدیو همراه من بودید و این ویدیو رو تا اینجا دیدید و امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. ما هر هفته توی این چنل 1 یا 2 تا ویدیو راجع به